سال 1962 اولین قوانین سختگیرانه مهاجرت تو انگلستان اجرا شد و خیلی هم اعتراض و چالش داشته. بس این کنترل مرزها اصلا چیز جدیدی نیست، ولی مهاجرت به انگلستان برمیگرده به یک تاریخ چند هزار ساله که رومن‌ها و اروپایی‌ها بیشتر به خاطر حالا مقاصد اقتصادی و همینطور فتح کردن سرزمین‌ها مهاجرت می‌کردند و به انگلستان وارد شدند. ولی تو قرن 19 مهاجرت به شکل قانونی در اومد. تو سال 1855 اولین ویزاها توی انگلستان صادر شد. البته که اون موقع آنچنان قوانین درست و مشخصی نداشتن، ولی همینطور که وارد قرن 19 شدیم، سال 1905 اولین اکت یا همون قوانین مهاجرت که الاینس اکت نام گرفت اومدن قانونمند کردن و این موومنت آدما رو از یک حرکتی که آزادانه بخوان حرکت بکنن و کسی بهشون کار نداشته باشه به شکل قانونی و کنترل شده در اومد. اواسط قرن 20 بودش که انگلستان برای بازسازی جنگ جهانی دوم نیاز به کارگر داشت و اومدن از کشورهای مشترک المنافع از بنگلادش، هندوستان، پاکستان کارگر وارد انگلستان کردند و تو سال 1948 کشتی معروف امپایر ویندراش از جامائیکا کارگر گروهی وارد انگلستان کردند به خاطر اینکه به نیروی کار انگلستان اون موقع نیاز داشتش. تو سال 1971 اولین ایمیگریشن اکت تو انگلستان نوشته شد و مهاجرت تو چهارچوب قانونی قرار گرفت. ویزاهای کاری، ویزاهای تحصیلی تعریف شد و همینطور پروسه مهاجرت قانونی تر شد و سختگیری‌ها بیشتر شدش و تو قرنی هم که الان هستیم، تو قرن 21 دیگه اومدن خیلی مهاجرت رو به شکل قانونی در آوردن. همین چند سال پیش برکسیت اومدن اعلام کردن چون هدف اصلی این بودش که مهاجرت از اروپا کمتر بشه. بس میبینید که این سختگیری‌های مهاجرت تقریباً برمیگرده به بیشتر از 100 سال پیش. حالا شما توی کامنت ها حدس بزنید که آینده مهاجرت انگلستان به چه صورت خواهد بود.